جراحی شاید مهمترین یا شاید سختترین بخش از آزمون‌های عملی تطبیق مدرک کشورهایی مثل کانادا و آمریکا، استرالیا و نیوزیلند، آفریقای جنوبی، UK، کشورهای اروپایی مختلف و حتی خاورمیانه هستش. و حتی اگرم تو آزمون تطبیق مدرک نیاد، کارفرما اون رو از ما میخواد. اما خب جراحی خودش یه مهارت واحد نیستش، در واقع سلسله‌ای از مهارت‌های مختلف رو در بر میگیره و عملاً ما نیاز هستش که بتونیم توی قسمت‌های مختلفش مهارت خودمون رو به نمایش بذاریم به صورت یک پارچه تا اگزمینری که خودش یک فرد متخصص هست ببینه، مورد تاییدش قرار بگیره و ما بتونیم این مرحله رو موفقیت آمیز سپری بکنیم. یکی از پایه‌ای ترین و اساسی ترین این مهارت ها همون بحث بخیه هست. حالا هم توی آزمونایی مثل PSA، CPE، RCVS میاد، هم جزء مهارت های روز اول کار یک دکتر دامپزشک هست و باید همه بلد باشن در واقع. ما توی آراز تلاشمون اینه که شما تو کشور خودمون بتونید روی این مهارت‌ها به اندازه کافی اکسپرت بشید و با کیفیت لازم اونها رو یاد بگیرید. این بار هم قراره که با دکتر پدرام عزیز، استاد جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، روز جمعه طی یک کارگاه 5 ساعته این مهارت رو روی پدهای بخیه استاندارد با هم دیگه تمرین بکنیم.